سعید میرکشاه آقا از ترمز کوچک در گلاسش چای می اندازد. رویش را به طرف پشتی هایی که به آنها تکیه می کند دور می دهد و باز دست دراز می کند تا رادیوی کهنه‌اش را بگیرد. اما یادش می آید که رادیو باتری ندارد. امروز روز دوم است که باتری ندارد و او 2 روز است که نتوانسته به اخبار رادیو BBC و رادیو صدای امریکا و رادیو دریای ایران گوش کند. اخبار رادیو دریای ایران را چندان نمازی نمی داند، اما باز هم گوش می کند. همیشه گوش کرده است، ولی اگر گاهی خطا بخورد و گوش نتواند هم هیچ رأی نمی زند. اما رادیو BBC و رادیو امریکا را نمی گذارد که هیچ خطا بخورند. باید گوششان کند. موج رادیویش همیشه یا روی موج BBC است یا روی موج صدای امریکا. به یاد می آورد امروز 2 روز می شود که از دنیا بیخبر مانده است. 2 روز است که نمی داند در شهر آیا کدام گپی شده یا نه. 2 روز است که خبر ندارد در کابل چه گپ شده و یا از قندهار چه فرمانهایی صادر شده است. به یاد 5 سال پیش می افتد وقتی که سمت شمال سقوط کرد و طالب‌ها مزار را گرفتند و او رادیویش را پود کرد که مبادا آن را بگیرند و چند روز رادیو گوش کردن نتوانسته بود. رادیوی قدیمیش را که سالهای سال است با آن به اخبار گوش داده از روی طاق برمی دارد. مثل هر روز قبل از اینکه روشنش کند با دستمالش گرد و خاک را از رویش پاک می کند. همیشه همین طور بوده. اول گرد و خاکی را که شبانه روی رادیو نشسته پاک می کند. بعد پیشش را می پیشاند و غیش غیشش را می کشد. اما حالی 2 روز است که هیچ صدایی از آن نبرآمده است. گلاس چایش را به دهانش نزدیک می کند. چایش را که بوی دود می دهد شوب می کند. اف می کشد. چرت می زند که امروز باید هر طور شده برای رادیویش باتری بخرد. کاش قریهشان دکانی می داشت.